چرخ روزگار مهاجران تاجیک از روستای در جنوب تاجیکستان را به جنگلستان در روسیه پرداخته است و فیلم گوست یا مهمانان کارگردان روس الکسی سوخوی داستان زندگی تلخ و شیرین آنها را تا اروپا آورد. مهمانان یکی از 250 فیلم مستندی بود که در پایان ماه اکتبر در جشنواره اینک 19 فیلم های مستند در شهر یهلاوی جمهوری چک نمایش داده شد. As far as I know, it's the first time. But I must say that this movie این بار اول است که در این جشنواره فیلم درباره تاجیکان نمایش داده می شود و باید بگویم که فیلم مهمانان الکسی سوخوی با بخش بین بحرها یکی از معتبرترین بخش های جشنواره یهلاو راه یافته است. در این بخش بهترین فیلم های مستند از اروپای شرقی و شوروی سابق نمایش داده می شوند و جشنواره یهلاو دریچه است برای راه یافتن این فیلم ها با بازار تلویزیون های غرب و ما خیلی خوشنودیم که فیلم مهمانان در یهلاو نمایش داده شد. مهمانان نخستین فیلم پرامتراژی الکسی سوخوی کارگردان 36 ساله با دیپلم هم اکادمی نظامی هندسه کیهانی پتربورگ و هم مکتب فیلم‌های مستند مارینا رازبشکین است که با کمک مالی شرکت‌های پرودوسری فرانسه و آلمان طی 3 سال از 2011 تا 2014 روی نوار آورده است. جشنواره یهلاو به نمایش جهانی مهمانان آغاز گذاشت، ولی این فیلم قبلا در جشنواره آرت دوک فست و به خصوص در جشنواره فیلم‌های مسلمانی که ماه سپتامبر در قزان گذشت سر و صدای زیاد به پا کرده بود. الکسی سوخوی میگوید هدفش از این فیلم بدون یگان کم و کاست تصویر کردن روزگار قشر مهاجر در روسیه بود. من همراه آنها بودم، زندگیشان را نظاره میکردم، همراهشان غذا میخوردم، در خانهشان خواب میرفتم. قهرمان‌های فیلم ساکنان یک روستا در جنوبی تاجیکستانند که چرخ روزگار آنها را به جنگلستان در 160 کیلومتری پایتخت روسیه پرداخته است و آنها اینجا با درختبری اسباب زندگی خانواده‌های خود را به دست می‌آورند. این مردم بعد چند سال کار و زندگی در این گوشه روسیه بسیاری از عادت‌های مردم محلی را از خود کرده‌اند و برای مثال در نوشیدن شراب و دشنام دادن از مردم محلی دیگر کم نمی‌آیند. بسیاری آنها در برابر زن و فرزندی که در تاجیکستان دارند در اینجا هم صاحب زن و فرزند شده اند. با مردم محلی رو و آ و داد و گریفت دارند، ولی طور کارگردان میگوید باز هم برای این مردم خودی نشدند، بیگانه یا مهمان باقی ماندند. من نمونه‌های مختلفی را دیدم. موردی بود که به یاری تجلی زنگ زدند و آنها از لحن گفتگویش خارجی بودن مراجعت کننده را فهمیده از فرستادن طبیبان دست کشیدند. ولی موردی هم بود که یکی از قهرمانان فیلم با عیب خود نه با عیب کارفرما جراحتی سخت برداشت و در دم مرگ قرار داشت و کارفرمای روس از حساب خودش پول طبابت این کارگر را پرداخت و عملاً او را از مرگ نجات داد. در فیلم صحنه‌ای هست که کارفرمای روسی مهاجران تاجیک 50 سالگیش را با آنها جشن می‌گیرد، ولی وقتی در تلفن با کسی میگوید که پیش چرکه ها نشسته‌ام، یکی از مهاجران در می‌گیرد که ما چی بدی به تو کردیم که ما را در رویمان چرکه می‌نامی. А ты же сказал, я чурка. Ты себя чурка. Да, я братан бги. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به مهاجرت و اساساً به روسیه می رود. این مردم سالانه به وطن تا 4 میلیارد دلار پول می‌فرستند و این پول‌ها یک عامل مهم تامین ثبات اجتماعی در این کشور شمرده می شود. فیلم مهمانان از این قصه می کند که آیا این پول در روسیه در بهای چی عذاب‌های به جیب این مهاجران می آید. الکسی سوخوی کارگردان فیلم میگوید رفتار قهرمان‌هایش در تاجیکستان و در روسیه خیلی فرق می‌کند. وقتی به نوارگیری سر کردم آنها همه مهاجران غیر قانونی بودند و این طرز رفتار آنها را معین می‌کرد. آنها تلاش می‌کردند با پلیس روبرو نشوند، خود را حقیر و بی حقوق می‌شمارند. معمولاً در خود فرو می‌روند، خود را امن حس نمی‌کردند، ولی وقتی به تاجیکستان برمیگشتند زود دیگر می‌شدند و به قول به خوجین تبدیل می‌یافتند. هر کدام آنها صاحب خانه خوب است، برخیش حتی چند ماشینی دارد. کارگردان میگوید قهرمان‌هایش در روسیه از نگاه معیشی گویا راحت‌ترند و به فرق از تاجیکستان برای مثال با آب و گاز و برق در اینجا تأمینند. میرقصند، میخندند، عید میکنند، ولی یاد وطن و غم جدایی از پیوندان همیشه با آنهاست.
алексей сухавей мегӯяд филми нави ӯ ки соли оянда бояд рӯи навор биояд низ дар бораи тоҷикистон аст. сухавей мегӯяд таи 3 соли сохтани филми меҳмонон қаҳрамонони он ба дӯстони хеле наздикаш табдил ёфтанд ва вақте барои бардоштани филми нав ба тоҷикистон меравад ҳатман саре ба онҳо ҳам хоҳад зад. ҳатман мо дар наздикиҳо навор мегирем ва ман ҳатман ба аёдати онҳо хоҳам рафт. дар поёни филми меҳмонон лаҳзае ҳаст ки яке аз қаҳрамонон билофосила баъди ба боғча гусел кардани кӯдаку ҳамсари рӯсаш ба ҷамъ кардани ҷомадонаш шурӯъ мекунад то пеши зану фарзандони дигараш ба тоҷикистон баргардад. филм бо саҳнаи ба зодгоҳаш расидани яке аз қаҳрамонҳо ба поён мерасад. ин лаҳза ҳусни анҷоми меҳмонон аст ки тамошобини аврупоиро дар ҷашнвораи иҳлава ба риққат овард ва шояд фикри як қисми мардумро дар бораи муҳоҷирон тағйир дод.